الهی در بگیره این زمانه، دیگه نمیام به محله. کسی بم یاری خوشش نتانه، دیگه نمیام به محله. الهی خانه شیطون خراب شد، دیگه نمیام به محله. خبر میبره خانه به خانه، دیگه نمیام به محله. به محله سنگ تراشا، به زردک شل ماشا، دو زلفان فهمشان افشان، مرا کردی پریشان. دیگر نمیام به محله وای، دیگر نمیام به محله. به زو سرا غلور بخش میکنم گل، دیگه نمیام به محله. با قربان قطع بالا مادر آقا گل، دیگه نمیام به محله. مادر آقا گل مرچری نمی، دیگه نمیام به محله. بگفت که بیا به سر خرمن ما، که دایک مثل بشی و دل بر با تا دارم. رنگ تو با گوشت چگی بابا دل بر من بلخی تو کو با کجا بده به چوب استاد اینجایی چکار کنم مثل تو بدل خوب اگر دست دو دیگه 3 دقیقه میشه میگی تو بیای بر بگو تو کی آمده بدی به پیش من؟ نه 2 دقیقه میشه میدم که خوندن میکردی به محله سنتراشو. کدو قسمت؟ از اون قسمتی که میگی قطع بالا مادر آقا گل به دل می. مادر آقا گل؟ نگی با مادر آقا گل با چیته نمیگون یه لحظه میته پیشی میری میگون با تهران شیشته ای خوندن میکنی سکو میبینم ارزنه کم اما بسخته و بدن بالی ارزنه نان پلمه چون چرا این کنجی او بس دادم اینجا انال از اینجا قل خوره بله بزی سر همه او خورم برا رساب طالبی هم اینجا گوشنه توشنه پریشون بدبخت اردم شهید علخون ملخون ایچی که اوی که گل لگوی زمین ها میه گردن همه دادگاه سال ما رو در میگی بشینی زمین نه بابا ما از تو وقت آمدمان نصفه او خورده بله یو تو از شکم چرخ و کاکا گب میزنی جوان داره دل اون ماما شاگل اون ماما شاگل رفتم شاگل خان ایلا یک کاری کنه فهم برو به پیش ماما شاگل کرشی خودی ولی ماما شاگل بگو بار کج به منزل نمیرسه از این گب همی تا بعدی نمیگه گردن بند ایتا به چو بزنی به تا سر مقدر بعدی نمیگه که به همی گپ ببری بگی با ماما شاگل بگو بار کج به منزل به کجا؟ از اون پیش که تیر شدی بگو بار کج به منزل نمیرسه گپ خلاص کار تو نباشه به کی بگو؟ با ماما شاگل بگم دیگه بابا همی بگو خب بگم بار کج به منزل میرسه؟ نمیرسه؟ نه اونا بار اینا کجه؟ تو چی که داری تو همی گپ برو برای بزن از پیش تی میشی بگو بار کج به منزل نمیرسی چه پشت ساخت من لازم چپا نکنم نگی که ما گفتم نه گله برو دیگه بار نگی که ما کی گفته برو به جلوی همین گپا بزن اگه من چپا کچی برو پاپا برو وخی من اگه من چپا تماشا میکنم اگه من چپا که دو شلاف خواهم میکنم من دوری تماشا میکنم سه کنم میگی بابا سرگلو بده کج هرگز به منزل نرسیده بیا اینجی بله چی میگی تو؟ چی میگم؟ من از پیش تو تیر میشتم بار کج به منزل نرسیده من چه کار کردم؟ من ماما جان نگفتم به شما پس به کی گفتی؟ همین کوچه کی غیر از ما و تو دیگه به دیوال دیلگ همین تو هم تا گوشت بزنه نه هست همین تو هم دور خود بزنی شهره چی داره؟ بار کج به منزل نمیرسه من چه کار کردم؟ البته شهره هرته که شما بزنی مره همین گپت رو لایق زدن داری ما گردن ما بند باشه نانی خود بیارم اموک در شما بزنه که تنه رفتار به شما نرسه نانی چطور به جا تو بشینا که یه تا گپا با مردم نگی بعد چوب کنه رمضان بیامد بعد چوب کنه بعد اگه بعد تو میشه ما پیش تو میشه مادام بیستفیده بار به کج به منزل نمیرسه ما به شما گفتم بیامد دیوال غیر از ما دیگه چینه با می درخته این نیه این کارمو ای برادر من پیشی تیر شنو قدم خواه پیشی ور نداشتم میگه بار کج به منزل نمیرسه این مثل که خود خو میگه خیره و دل خو نگیریم این سادیه ساده پتانه نمیشناسیم ماما جان شما چری تا گپا میزنی به کی میگی گیلا چی من به دیوال گفتم بار کج به من چی از شما چی خوردون چی بردون چی دوجی کردون که بار کج به منزل بار کج ماما جان خیره باشه به قصی و نباشه همین که گو بار کج به منزل نمیرسه
یعنی چی؟ تاشون به من بگانه آخه ماما جان آدم شما اصلا کوی خیانت چیزی نه آخه به پیش مگفت کس دیگه نبود دیوال نیه خیره باشه برین خیره آخه به این بفهمونیم اجامای شنیدی که اجامای شنیدی کاری نه بابا جان من با دیوال گفتم ماما میگم که تو به من گفتی آدمی آدم نمی آمد خوب به ما بین خون تو همی آدم در آمد تو درست کشیده همون زد بزدی نه که هر شون دور مگر شده مرد میخوردی مرغ زرد یا مرغ زنده خب با این معامله مایه بکنه خود ماما از این جنجال کدی تو میری ماما جان گردن همه بند باشه نیه می هسته که رمضان بیامد خب به منجی خون شما در آمد نه که شما را مگذار بزدی خوب شما را مگذار بزدی ماما جان که تو به یک با مگرم شوری زدی زده خب بفهم آدم میسفید مثل پیرتون نکدی تو میری تا بریم من میته میری برو دیگه بریم ماما خیلی تو که این نبینون دیگه هرچی شما بگفتیم دوباره بابا شما هم گپ بگو میبینیم یه اجامای حتما بابا جان این مچویش آدمیه به کوچه بابا برو یلک برد مدو بیا امرو خون مبیدی شد من نبوده تو سلات کرده بود تو این نمیفهم بگه می ماما شاگوله بسته که گیل نه این پیار عباس تو سیکو با ما عباس به یک همین تا دست خود به کلوی بگیریم و از خود بالا میکنم بزنم به زمین عباس که بمی غیرتی خود رو بزنم شما کنین دیگه پیارم بار کج به منزل نمیرسه چه کاره؟ بله چه کاره گفتی؟ بغل گوش شما خوشحالت کنه چه کاره؟ چی گفتی؟ من میگم بار کج به منزل نمیرسه بار کج به منزل نمیرسه؟ ما با تو چی خیانت کردن که میگی بار کج به منزل به سر نمیرسه؟ ها؟ کی من با شما گفتم پس به کی گفتی میگه؟ من به پیار عباس منو کن به پیش تو شما پیار عباسه چی خوردم از شما؟ ها؟ چی خوردم از تو؟ نه چی خوردم از تو؟ شما پیار عباسه چی بردم از خونه شما؟ هیچی که گپمو فیزیکال تو بگیر خفه کنه میجی هیچی خود شما نه من شما میپرسم ماما نوروز شما شاگل خان پیار عباسه خب من که پیار عباس گفتم بیا که اینجا بیا تو سب کن یعنی چی گفته بودی؟ چی گفتم؟ خدا تو بگفته تو چی گفتی؟ ما چی خیانت کردیم بر تو؟ چی کل به منزل نمیرسه بگو چی کل به منزل نمیرسه؟ بارکش خب تو از هم راجع بفتی گه با پیار مزدی من نگفتم به ما موله میگه چی پزا گفته؟ به ما موله میگه پزا چی گفته؟ به ما موله میگه پزا بگو بابا یاد دادن خدای رسی پیار تصاخا بیان به سا گفته که خودت تنش تو خمه تا گپ بزده من عباس نگفتم کی گفت تو کی بود یادو کی بگو دیگه که جیب تو بگه خود تا میدازی که من زیبا پرسم کی گفت تو چی گفته تو من به سرزمین خواهی داری میکردم اونو برای سکه ارزان بالی هوایه انا ارزان بالی هوایه لدادم انا گفت که برو به ماما شاگل خان مگو برکش به منزل نمیرسه او را من ببینم من که بگو تو ای به من گفت ماما گفته عمل به من روزم شما گفته عمل به من بگو که برکش به منزل یعنی چی که دیگه پا میزنی تو یعنی چی دیگه اگه بگی گوشاتور میکنم میفهمی نه خب بیا برو دیگه چی دفعه دیگه میفهمی که تو به خدا قسم مگم و سر میزمینا مگم فوقون بشه فخونه برو دیگه نه سگ پیش ما دیگه برو بده برو تو واسه کو یادی ما اون که برای یادی برو دیگه یک صاحب دوزدان دست این مردم لات میخوره دیگه چی رقم آدم یه مقدار فکر نمیکنه دیگه که پیانو ببینی مگم سلام کنی بفهمیدی پوست تو دیگه میکنه میگه پر بزنی مونز به شما هم گفت البته خواهم پیش تر شدم پیش تو من میگه بار کج به منزل به سر نمیرسه بابا نه بابا خودگو بابا هنوز بابا خدا حافظ بابا چیه بابا ها بابا نانی من زنگ زده گفتم جیدی به پیار خوب بگو بیا که روز برفته برای مرسی وقت اماله بابا میریم دیگه هست ما با چشتنی شکر زنده چی گفوه خیلی شکر بشی که جیان چی عجب شکر خیریاته بفرمایید عمل کنید بگم نزن تو بابا
این رفیق بنگر دارم من این برم مرغ بوشون بفتاد به خانه مرغ دوست ما وعدی رفیقی مرغ تو سال 12 و تو مردم جنگ میندازی و مرغ چی خبرای من میشنم من اینجا با مرغ دوست بیری میکنی های با تو که بعد که آدم ها کلون سفید با هم میندازی با خدا با تو که بعده تو که میتون پیار شریفی داری خود تو میتون همی باشی عباس چیکار کردی چیکار نکردی لا نولا با خدا بعده دیگه چیکار شده خیریت باشه من خبر ندارم که جی برفته به می گیلک تو ساده دیوانی منطقه و یاد داده صبر کو چی دروغ میگی صبر کو یا بزن چی دروغ یا میگی بزن میگم نه تو بگو به پیار چی دروغ میگی خب به می گیلک نادون گفته که برو با ماما شاگل بگو پیش میده تیرشو بری بگو که بار کج به منزل نمیره سرقی صبر کو وقتی تو بابا دروغ میگی صبر کو میبینی حال مای من بزنه با خدا به شما بعد کتاب چی داشته باشه وخی برو وخی خب کبری شما بفتم شما بعد بابا من میرم بیای عروسی بابا بیا که من تو کار دارم میگم بیا من تو کار دارم بیا تو یا بچه شما با خدا به شما بعد دیگه پاک اصلا سکو عباسو بیا این آدم آساب خره و آدم سفید میره خود از ترتوق جنگ میندازه عباسو هم گندگی رو مادر ازی بساره هم که گپ میزنم مگه یک بچه دارم خدای پاک دور در بدر کنه خودم یک بچه تو خب من حال شما رو به من خبر دارم من چی خبر دارم که خدا بعد به شما مونتا بیا این آدم آساب خرابیه یک دان اگه کجیر ندید همین تاسق بالا میکنه می زمین میزنه که به خدا نیه به هر شفه خونه بریم جواب من معذرت میخوایم از طرف این بچه خوب پیار خم سلام بگیم بعد از سلام بگیم خیر اگه اشتباه بشه باش که ما به سرابرم به خود ازی گپ میزنم خانه مامور گیلا کردم بدیدم چند تا تگوشی مزه بزدم پاک تو بچه مالا به خونه برو پیار خم میگم کجیر یاد داده بود که پیار مگه بچه شما رو برید اگه درسی بره بده برای پیار خوب بگو ببخشا بگید جناب بچه تو چی به درد میخوری بابا چی به درد میخوری به مسجد نمیری به مکتب نمیری درس نمیخونی به غیر از با هم انداختن تا از این کوچه دیگه کارم از تو ساختنی من چه کار کنم از دست تو بچه من به کجا برم از دست تو